حاضرینه اینجا هم نه. بیپرانو مرا از این پستی بیرهان. میماتی دیگر این را اول آدمانی ما پرسانشان میکنند، پس آن شما. جناب قرار نمیگیرد. قرار میگیرد. بگیرد ارسای را. عملیات را تو سروری میکنی. سردار میماتی حالا کمی طاقت کن. پروا نکن اولوبی. کاری کرده تو را از محبس میبراریم. بشین میماتی. با چی؟ با ماشین. با این رسیدن نمیتوانیم. میتوانیم. یک طرف ایستار کلیت ها را یک طرف ایست. درون یک. این ماشینی که از پس میآید کیست؟ ما اونها را گذشته میتوانیم. گذشتن که میتوانیم میماتی، اگر در راه مداخله نکنند تا وزارت امنیت همراهشان میرویم. سردار از دست میدیم. آقا ما با پلیس رو تیرپرانی کردنی نیستیم که ماشین رو ما کرده چیکار میکنیم؟ مغز سرش را میبراریم. حاضر نیم میماتی. ما قول هم داده ایم. ما او را به طرز خودمان جانش را از تنش میبراریم. خیر گفت تو شود. جناب اون سال آمد. کامپیوتر را یافته باشد. یافته بوده است. بیاید. از کجا یافتی اون سال جان؟ شمیر آورد. نفهمیدم. کامپیوتر شما رو شمیر دزدیده بوده است. با گردن آدمانی ززه پرتافته است. بعد فکر کرده است که من به جانب او میگذرم، گرفته به من آورده است. بعد به من گفت که شما به قدر من نمیرسیده اید و اگر به طرف او میگذشتم همه خواهشای مرا اجرا میکرده است. من همین پیشنهاد خوب کرده بوده است. بشین اون سال جان. او میداند که من پیشنهاد او را قبول نمی کنم. برای همین این گپ را گفته است تا به شما رسانم جناب. تو مواد کامپیوتر را دیدی اون سال جان؟ نه جناب. ما میدانیم که کامپیوتر من در دست کی بود. اگر یگان حادثه سر زند از شمیر میدانیم. چه امر دارید به من جناب؟ مدت زیاد در سرم یک سوال را میگردانم. از من یگان چیز نمیخواهی؟ تا جایی من میدانم پولاد علمدار ارسای اولوبی رو دستگیر کرده است. اگر اجازت بدید میخواهم شورای ارسای اولوبی تحت فرمان من باشد. تو در سرت میزنی شورای ارسای را. خواهش یگان فرقه را نداری که به فرمان تو سپارم. من جاده سیاست را سالهای دراز انتظارم، ولی کی میداند طبق نقشه های شما شاید باز 10 سال دیگر انتظار شوم.
یعنی صبر نداری؟ صبر ندارم نیو جناب. کسی اتهایم بسیار شده است. باشد، هرچی دلت میخواهد. میخواهی اینک بگیر شورای ارسای را، من حتما کمکت میکنم. تشکری زیاد. من این شانس را استفاده میکنم. شورا بیاندیشید. درباره 24 ساعتی آخرین اوزون من معلومات میخوام. کی را میبیند، برای چی آگاه باشید. و در قصد جان ماست. در کجا؟ چند نسخه حجت ها نسخه برداری شده است، معین کنید. بعد پر را فهمیدن حوصله را بردارید. خوب شده است. درون ببرد. جاهید آدمی سروزی را از دست نده. خوب که آقا سربازی رو آمد. بیایید گپ دارم با شما. هرچی میفرمایید. برای چه من گرم شدم؟ یک کاسه آبی خنک بیار. Anladın değil mi? یک طرف است. ایستو. شما چی کار میکنه؟ برادر سربازی اینجاست. چی کار میکنه؟ گفت رو چی کار میکنی؟ خواهین را بیدار نگوریزد. امیر چه خیلی آدمی ارسای است. متاسفانه. جناب، متاسفانه دوستان ما با گریزاندن امیر مساعدت کردند، ندانسته از آن که او را آدم پولاد علمدار تعقیب دارد. او را بدارید و پاداش خیانتش را بدهید. دستوری در کاری را من دادم جناب. من با ارسای صحبت کردنیم. آمادگی بگیرید. اطاعت جناب. او زبان شما را نمیفهمد، گستاخی میکنه. گستاخی از این دیگر زیاد نمی شود. پس از شما من هم با او صحبت کردن میخواهم. اگر قول میدهی که نمیکشی؟ اجازت. نمیکشمش، قول میدهم.
کی می آمده است محترم سروزیر؟ انتظاری را دوست نمی دارم. بیرون برآمدن را یک عمر انتظار که شدی عادت میکنی. مرا به حبسخانه پرتافتنی چی؟ همین خیل؟ های ترسوندید مرا. سردار برای چی قول دادی؟ ما علاج دیگر نداریم ایمتی. تو آرام باش. اکا صریب دستگیرش کرده بودم و خبر دارم. هیچ گم نیست. اصلا شما باید به جای من میشتید و من باید شما رو استنتاق میکردم. و فکرم در کجای غلط گذاشته. اما در کجا نمیدانم. تو خودت کیستی که خودت را با من قیاس میکنی؟ چخیل ما با همدیگر قابل قیاسیم واقعا. ما صاحب دولت بودیم. شما را ما همچون چوپان به سر رعیت رمه مانده بودیم. مادامی که دولت میگویی آخرین بار به همین دولت گفتگیت یک خدمت بکن. هیئت گروهی که در فرمانت است به ما بگو. از نزدیکترین شخصان پیرامون خودت آغاز میکنیم سروزیر. من یک پیشنهاد به شما دارم. استعفا دهید. گذرید از بحر این کارها. جان خود را رها کنید جناب. با امید پولاد علمدار نشوید. تو را کی به سر من فرستاد؟ عیب است جناب. عیب. این چه سوال است؟ معلوم است که شما هیچ در اندیشه دولت نیستید. فیلر، شمیر یا گیونتر؟ با کدامش که زیادتر نفرت دارید جنگ اعلان کنید. من هم در یک جبهه با شمایم. بگذار این آخرین خدمت من به دولت باشد. با پولاد علمداری خیال پرور هم حتی این کارها اینطور نمی شود. صبرم دیگر نموند. خونم به جوش آمد. یا حاضر یا بعد می ترکم. نوبتی ما هم میرسد میمتی. لحظه انتقام هم رسید. تو با مردی آسان نمیمیری. در این دنیا همه چیز حساب و کتاب دارد ارسایی.
این مردی است مگر لوکاس مقابل یک است؟ وای وای، قاتل کودک مرد هم می شده است. قاتل زن. ارسال به این همان چیزی که بپرسم نمیگویم، اینطور نه؟ بپرس میگویم. شرط نیست از تو پرسیدن. حالا سگ بچه های تو مرا کافتن میآیند. من از آن بیشرفا تا مردنشان چیزی خواهم میپرسم. برای چی از تو میپرسیدم؟ سردار با فکرم باید مرد. نمیمتی. من تا همه استخوانهای او را نمیشکنم او نمیمیرم. برخیز ابله. ماما شما را تو کشتی ابله با همین دست. تو به پدر و مادری من تیر انداختی. مادری من دیگر به پا راست ایستاده نمیتواند، اما تو میتوانی. تو این خلوشتر نکش. این آواز فورم رو باید پخش کنیم. پخش نکن. چند ماه است که این آواز رو منتظریم. فهمیدی؟ نمرده است. نمیمتی. نه باید نمرده باشد. تو شاهدی. من به قولم وفا کردم. من شاهدم. خودش را کشت. افسوس که او را داشته نتوانستیم. خود را از تریزه پرتافت. این شرمندگی است. واقعا شرمندگی است فرید جان. چه خیلی ما دو آدم یک کس را داشته نتوانستیم. بیا برویم میمتی. کجای میروید؟ مرا آگاه کنید. ما کجا میرویم؟ در همه استانبولیم.